مرگ در خواب، کابوسی واقعی از دهه 1970. در اواخر دهه 1350 1970 میلادی، موجی از مهاجران آسیایی از قوم همون به آمریکا رسیدند. این افراد از جنگ ویتنام فرار کرده بودند و زندگیشون پر از ترس و خاطرات تلخ بود. اما کابوس واقعی تازه شروع شده بود. چند ماه بعد از مهاجرت، گزارش‌های عجیب منتشر شد. جوانان همونگ در خواب می‌مردند. بدون هیچ بیماری قبلی، بدون هیچ نشانه‌ای. خانواده‌ها می‌گفتند قربانی‌ها شب‌ها از کابوس‌های وحشتناک شکایت می‌کردند. حتی چند روز نخوابیده بودند از ترس. ولی بالاخره خوابشون می‌برد. و همون شب با جیغه‌ای وحشتناک از خواب می‌پریدند و تا خانواده برسه جان می‌دادند. پزشکان هیچ دلیل علمی پیدا نکردند. نه سکته، نه بیماری. فقط مرگ در خواب با ترس شدید. این اتفاقها اونقدر زیاد شد که رسانه‌ها بهش لقب دادند. سوز، مرگ ناگهانی در خواب برای بزرگسالان آسیایی. فیلمساز معروف واسکریون از همین ماجرا الهام گرفت و شخصیت فردی کورگرو ساخته، قاتلی که قربانی‌هاشو در خواب شکار می‌کرد.